الو. الو. بله. سلام علیکم. و علیکم. بهروز سازی تکنیکی سلامتیت خوبه. گفتیم کانتر صحبت کنیم که برادر خدمتتون. مسعودم بفرما. همه قدر مینولی. یا سوال مرا جواب ته. برای چی در تاجیکستان خوبای برق نیست؟ برای چی سوئد میمره؟ خیلی سوئد میمرد یک ممکن آواریا های یکون گپ. ده آواری است. یک محاوری میشود. یک محاوری میشود. من مینیستر انرژتیک. نو جواب ته کی آیا تو قبول داری که در تاجیکستان خوبای برق نیست؟ قبول داری همین چیزا؟ خوبای برق در یکون جایی که هست در یکون جایی که نیست. آیا همین مثال خانه رحمان گفت خوبای برق نیست؟ به همین خانه رحمان گفت خوبای برق نیست. تو راست بگو. سوال دادیم من گپ زنیم. سوال مرا جواب ته آیا در خانه رحمان خوبای برق میمره یا کی نه؟ من الکتریک خانه رحمانوف نیستم. یکمش دویمش که وای پرزیدنت یک مملکتی کلان او به فرق قانون کشور پرزیدنت یگام سویتنو جدا نکرده است. قانون کشور میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. میگه تو دیوانمو نکن. قانون کشور چی میگه؟ من اصلا دیده قانون خوبتر میدونم. قانون جمهوری تاجیکستان میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. خب الو. من آواز نشنیدم. آواز مرا مسئولین ما بگذار بسته. قانون کشور میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. قبول داری یا که نه؟ اوخی وای این الکتریک و پرزیدنت نه بستو اصلی مسئله است. تو همین قانون قبول داری یا که نه؟ همین گپ همین ماده سرقانون قبول داری؟ اول همین را بگو. همه برابر دگجا همه برابر. سرقانون کشور همین میگه همین را قبول داری یا که نه؟ اول همین را بگو. تو مرا بگو در کدام گوشه دنیا همه مرا بگو نگو. سوال مرا جواب ده که ده همین باب سرقانون قبول داری یا که نه؟ همین باب سرقانون قبول داری؟ در همین کانال تا همه برابره. همین باب سرقانون قبول داری یا که نه؟ همین باب سرقانون قبول داری؟ رنگ جواب گپ میزنی مرا گپ زنی نمیمونی. در همین کانال تا همه برابره. آه بله. چی برابره خب که ما گپ زنم آخه. تا همین سوالی مرا جواب ده که هم نه از سوال من زیاد نمیری. اگر زیادی من قدرت میکنم. تو ماده سرقانون قبول داری یا که نه؟ برابر نیست که در کانال تو برای چی در کانال تو همه برابر نیست. ات کنار بگذار کانالی ما و کانال تا همین سوالی مرا جواب ده که همه در نزد قانون و سود برابر است. قبول داری؟ ای برادر تا کدام برابره کدام سوال گرم تو پروستو فلسفه شستشوی مغزی جوانا را میکنیم. سوالی مرا جواب میده. تو فلسفه شستشو این چیزا را برنا و چاپلوسای اونگارد تا بگو. سوال مرا جواب ده که قانون تاجیکستان میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. درست یا که نه؟ تو سوال مرا جواب ده. دین روز ویبر پرزیدنتی بود برای چی در گروه شما 8 سال شد مبارزه بود یک شخصی به آبروی بود که نامزدی شمونه. برای چی؟ مقصد شما چیه؟ یکمش که گروه ما از ساخت از رهبریت کشور فرق میکنه ساخت دولتداری. فهمیدی؟ یکمش. دومش که یک رهبری گروه را تأخیر نداره که قبول فهم. رهبری گروه را اعضای گروه انتخاب میکنه نه اینکه مردم. تو کلت کار میکنه. تو سرزده من ترا گفتم که همین گروه شما مقصدش چیه که در 8 سال یک آدمی را تیار نکرده که نامزدیش در پرزیدنتی در ویبر بمونه. کدام ویبر؟ در ویبر تاجیکستان؟ چو کرده ویبر تاجیکستان؟ برای گیم که خدی ویبر تاجیکستان. سوال مرا جواب ده که سوالی مرا جواب ده. سیمه که شب روز در همونجا میره جلوه میکنه یکم تبریکش کرد پد. سوالی مرا جواب میده یا که نه؟ سوال مرا جواب میده یا که نه؟ همه در نزد قانون و سود برابر است. درست یا که نه؟ همه برابر است در نزد سود و قانون. اینا در همان مسئله همه بچه به سواد گوش کن. قانون کشور میگه که همه نمیگه که در کدام مسئله. میگه که همه در نزد قانون و سود برابر است. دیگر یگان بحث داری زیر همین قانون یا که نه؟ نه بحث ندارم. انا زمانی که بحث نداری برای چی خانه یتیم افته سوید نمیمره؟ خانه رحیم افته نمیمره؟ خانه تخمینه، آزاده، رستم، سامان، خب خانه حسن، خانه طاهر زاید سوید نمیمره؟ خانه مردم قوای برق میمره. برای چی؟ پس برابری قانون کجا میشود؟ نه خب پرچم خانه خیلی پرچم نیست. برای چی خانه این همین افراده قوای برق هست، خانه مردم عادی قوای برق نیست؟ برای چی؟
ما در مثال آوردم چیزی سویتی افتاوی زدگیم همه وقت سویت او تو تونستی بحث سری او مردم نداره که چیزی افتاوی بزنه. سوال مرا جواب تکی برای چی؟ برای چی خانه تخمینه آزاده سامان رستم حسن اسماعیل فلانی به مدد قوه برق هست خانه مردمی آزاده قوه برق نیست برای چی؟ حتی اینجا دیده خانه برق خانه ما در برق نیست خانه ما در برق نیست خانه اومد قوه برق هست من 1000% میگم قوه برق هست در خانه شما آدم من برق هست یا نیست خانه من شما دا خانه ما در همون روزانه برق هم میکشن نیست او دروغ نگو تو حاج خانه تون تلفن که برق داره حاضی داره آخی سر میکشنش اوخه سر برق چی در کاره اوخه ای بر پدری توری به شرف استغفرالله ای تو به ایمان به شرف به فرهنگ نخواد در عصر 21 بر پدر شما برای راهبرا در عصر 21 میگیم برق برای مردم چی در کاره شرم به شما ابله‌ها حیف شما انسانیتون بر همون مرگ به شما برای راهبرا مرگ به شما برای شهروند که میگه که در روز برای مردم خواه برق چی در کاره ایزا نمیکشی نستم در کانالی تو شرم نمیکنی تو به همین اندازه فلسفه داری که برق برای مردم چی در کاره شرم نمیکنی تو من گپ زنم من آخی تو برای خود عدل رعایت کنی نه آیا منطقی است که قوه برق گپ زنم جوابکی نکن آخی آیا منطقی است که قوه برق در خانه منصبدارو هست در خانه مردم نیست آیا منطقی است پریچا میگه برق همه فروشن تاجیکستان قرضی بیرون نشد رشد میکنه ترقیات دولت همه برای حاضر کرانتین در نیروگاه آبی چی در داره کسل میشه کرانتین کرونا ویروس میشه روغون روغون کرونا ویروس میشه به آوای تاجیکستان کرونا ویروس میشه قوی برق میمره یک مملکت آباد میکنی آوای تاجیکستان کرانتین چی دگیان بسعود آوای تاجیکستان کرانتین چی دگی هستن که قوی برق میکشن شما اگر مقصدتون آباد کردن تاجیکستان میشه در این 8 سال یگان آدم با علم و معرفتی که ما قبول نداریم موقع انتخاباتی رحمانو و قبول ما دیوانه نشدیم مثل اون وکیلای پارلمانی چاپلوس راهبرای حزبتون بریم دیوانه برای اوش میگه من مترو میسازم اوش میگه دو زنی را من اجازه میدم همین برنامه انتخاباتی ای خاک تو سرتون تو مردک نیست آخه به ما گپ زنم بیا من مردک در تو با آموزانم که تو به شرف تو میگی کی به شرف تو میگی کی همین قوه برق برای مردم چی در کره شرم نمیکنی ایمان کیا ایمان داره همین فقط تو ایمان داری اون پیرتون ایمان داره پیرتون که هم خب کرده شیشته حالا کرده دیگه هیچ کس ایمان نداره این مردم تاجیکه که مردمی که آواز میکنن ویبرن میکنن طرفداری میکنن یا انسان نیستن یا آدم نیستن کدام ویبر برای ما بگو آخی شما ساعت شما چند کسی همه آب شی باشه اگر بیزار یه نفر باشم من شهروند تاجیکستانم قانون کشور مرا اجازه داده سوال دیگر بیا قانون ندونستی گفته که قانون رحمانوف تجاوز کرده است سوال دیگر انتخاباتی رحمانوف 25% آواز که وکیلان دیگر گرفتن کجا شد کدام وکیلا گرفتن 25%؟ وقتی که راهبرای حزب نامزدیشون رو در انتخابات گذاشتن برای هریتش 300,000 برای انتخابات رحمانوف یگان پرینتزی داری بس من بیزارم از اون انتخابات من برای تو اثبات بکنم که بازم انتخاباتون دروغ بود سوال جواب ده وقتی که نفران نامزدیشون رو گذاشتن در یک هفته براشون 300,000 280,000 جمع 25% رأی مردم در این همین وکیلای چاپلوس دادین رحمانوف تا چند فایز موند 75%. زمان انتخابات پرزیدنتی رحمانوف 90% آواز گرفت باقی مانده رأی مردم در دیگه حزب کجا شد زبانیت سی بوستگان هر چیز گفتن میگیری تو برادر OBCM برادر دیگر جو چون نمیره جال واسه کنی دلیل کی داری تو دلیل نداری تو فقط گپ میزنی پیش دروغ راست آخه دعایت اسناد زنده تو OBC را کنار بگذار من خطی تو بحثم خطی OBC بحث ندارم وقت انتخابات پرزیدنتی هر روز در OBC هر روز در هم در اداره هم جای آخر آخه نماینده رحمان و هم روز جان کو دیرکتوری OBCM تبریک میکنه امام علی برای پرزیدنت دانشته این قدر دولت‌های دنیا هم نظارت میکردن در این شب و روز آسان نیست یگان حیله کردن نمیشه دروغ نگو آخه آواز مردم کجا شد رأی مردم در دیگه حزب کجا شد 25% کجا شد
4 جوان فریب کرده با سوریه روی کرده با عراق روی کرده کشته هم تاجیکا را با فریبشون کنه با کارش کنه سرشون ویران کنه. همون چیز راهبری عمان من روی کردم. شما روی کرده راهبری گروهی راهنمای بسروی دولت اسلامی کانال شدگیش ابوظبی ابو انس گفتنی ادمنستراتورای گروهی 24 بودن. بگو که این کار میکنی؟ دروغ میگی. من که دروغ بگم آدمای من چند سالایی مرد چند سال داری که مرا بگو چند میلیون پرسنت میدونن من دروغ نمیگم. فهمیدی؟ شخصی هستم که یکم بعد عمر کانال شده. خود چند سال داری مرا بگو چند سالایی چند سالایی چند سالایی چند سالایی چند سالایی چند کس جوان ایروش شما ترمشیدن در تاجیکستان گرفته خوین شد. برای چی تو برای چی ترمشون کردن؟ برای چی ترمشون کردن؟ برای چی ترمشون کردن؟ شما گرفته گرانگشون کرده، حقارت کردن، دشنام کردن، تحقیر کردن، گرفتن گناه کردن. چی گناه کردن؟ چی گناه کردن؟ چی گناه کردن؟ فهمیدی؟ چی گناه کردن؟ چی گناه کردن؟ گناه چی گناه کردن؟ رحمت با پدرش که جناب عالی عفو کرد جواب داد. چی گناه کردن؟ چی گناه کردن؟ گناهشون بگو. تو گفتنی هستی تو گناه نداری؟ نه. خیلی گناه نداری. من در نزد پروردگار گناهی که هست او دیگر است. سوال جوابش دیگر است. هیچ کس به گناه نیست. اما نسبت سیاست رحمانوف من چی گناه دارم که مرا بگو؟ خیلی گناه نداری. چی گناه دارم؟ تو تحقیر میکنی. تو برنامه گذاری رحمانوف گفته نام یک پرزیدنت اقلا خلقی که او را احترام میکنه تو احترام نمیکنی. رحمانوف نبود اگه نامش رحمانوف نبود. رحمانوف نبود اول. تحقیر میکنی. نامش رحمانوف نبود اول. چی بود؟ تو صدقه پدرای دیگرا کنه صدقه پدری خود دوال کنه. نام اول همین نام اصلی رحمانوف نبود. نام فامیلی اولیش رحمانوف نبود. باش کس نگی نامی هیچ کس. نه رحمانوف نبود. همین سوال مرا جواب ده که همین سوال مرا جواب ده که رحمانوف نامش نبود. نامی همین رحمانوف نبود که مرا بگو. نه اگر تو مردک هستی تو دیگر نه مردکی داری نه زنکی. تو مرا بگو که نام اصلی همین ایلسون رحمانوف بود یا که نه؟ خیلی بعد فرقش چیه؟ خیلی من همون رو میگم همون رحمانوفش میگم دیگه چی بگمش؟ خیلی نرمان نزود چند که نرمان اینا رحمانوف اینا خوشو میگم اینا بهروز جان من تو گپ زدم تو دشمنی اشدی من تاجیکم تو دشمنی اشدی ملت تاجیکی من تو بهروز چه نگفتم که من بهروز جان نگفتم مرا نگو من بزار و مجمع نگم خیلی تاورتی نیست مرا بهروز جان بگو مقصدی تو آبادی باشد مقصدی تو خوبی به مردم تاجیک باشد مردک وار استحباب کرد خاطر مخالفتم خاطر نامخالفتم آدم میرای خیلی تحقیر میکنه حقارت میکنه انا تمام بیا بدون تحقیر نگاه کن میشینی دید صبر کن دید نگاه کن بیا بدون تحقیر میشوه من تحقیر نکردم. خب بدون تحقیر صحبت میکنه وزیر. نه من تحقیر که نه پادشاهی. تمام بدون تحقیر آماده صحبت کردن. چی؟ آماده؟ من بهروز تقوی‌زاده شهروند جمهوری تاجیکستان راوی برنامه صدای مردم. خودم معرفی کی هستی؟ من با کی حرف میزنم؟ من دب 1971 فرزند جمهوری تاجیکستان. چه نام اینو پدرت تو مردک برای گو پدرت را نامش دد مونده که نامی ترا. در همون کلمه در همون سه حرف دب همش هست. کو بگو چی هست؟ اشکال من نام تا تأخیر نکن تو نو تا بالای تأخیر بحث داشتی. نام تا بگو من تأخیر نکنم. چی نام داری؟ من تأخیر نکردم. بگو نام تا. اینا من چی در کاره؟ نه گفتی بیا مردکی حرف زنیم کو؟ بیا مردک برای حرف زنیم. نام من تو در چی در کاره؟ بیا مردک برای حرف زنیم. تو نام من تو در چی در کاره؟ نه نشانه مردکی را برای من درس دادی دیگه تو بیا مردک برای حرف میزنیم. نشانه مردکی در نام نیست. مردکی هم هست که آشکار حرف میزنه. من راوی برنامه صدای مردم با نام بهروز آماده هستی که از همون پیشوای ملت رحمانوف دفاع کنی. برای چی دیگران خطی آشکار گپ نمیزنین خطی من باید دیگران از رحمانوف میترسن برای که مخالفی رحمانوف است. نه گفته که همه را شما زندان کردین با خاطر میترسن. تو از چی میترسی؟ خراشو رحمانوف یک مرد بزرگی که این خدر آبادی و تنجی میکنه از شما برای تروریست من نترسم میگوی توبه کردم. اما چی کار میکنین ترا؟ بابا حیران شما تروریست میفهمی؟ چی کار میکنیم؟
این شوخی نیست برادر. نه چیکارت میکنی؟ گپ زدی بس ما گپ زنم. نه چیکارت میکنی؟ اینا چیکارت میکنی؟ تو خیال میکنی که خیلی کار خوب میکنی. نه اینا چیکارت میکنی؟ از ما میترسید. از ما میترسید. ما چیکارت میکنی؟ پدر و مادر اکا و دادر میروره. دنیا رو جوانی بی سواد و بی عقل در گپ شما میرود. فهمیدی؟ راهش نمیاد. عقوبتش تروریست دیگر راه نیست. گروه راهنما گفتم کو سردارای ادمنستراتور کانال گروه 24 کشته رفتن ابودبی. ای بچه بیا همین گپات اشکار برای مردم میگم چهره ما را نشون میدی. نه گوش کو همه میدونن. سلامت باشی تشکر زیاد. خاموش که احمقی بی سوادی بی ایمانی بی وجدانه. پیشوای ملت هر چه بچی کس نگه. تو مردک اشکار حرف زدن. آدمو رحمانوف دفاع کن. تو پدرت گپ مونده دپ مونده چی مونده؟ ای به شرف به تربیت به فراست مردم او سال کرده سنی یک گروه احمق خو ما در خواه برق چی کردم پس برای چی میکشم برق تاجیکا برای چی مردم هم میکشم کرونا ویروس بیماری با آب چی داخل داره آب بیمار میشه کرونا ویروس میشه چی ربط داره با برق تاجیک با نیروگاه روغن چی ربط داره او افغانستان در خواه برق میدین کرونا ویروس نیست مردم خیلی فریب میکنین شما روی راست میفروشن میگه خطون با برای چی مردم فریب میکنین